هر کسی که حدس بزنه این پوست چه حیوانیه میتونه با دختر پادشاه ازدواج کنه. نفر اول یه کشاورزه که میخواد شانس خودش رو امتحان کنه، یکم پوستو میماله و باهاش برمیره اما نمیتونه درست حدس بزنه و رد میشه. نفر دوم یه شوالیه خوشتیپ و متشخصه که به محض اینکه پرنسس اونو میبینه روش کراش میزنه. پرنسس که خیلی دوست داره این پسر برنده مسابقه بشه از پدرش میپرسه که اون پوست چیه و پدرش جواب میده که پوست یک کک قولپیکره و وقتی که اینو میشنوه ناامید میشه که شوالیه هم نمیتونه جواب درستو حدس بزنه و همینطور هم میشه. در همین لحظه یه غول بیشاخودم وارد دربار میشه. پادشاه که مطمئن اون نمیتونه جواب درست رو حدس بزنه اجازه ورود میده، اما در کمال تعجب مرد وحشی پوستو بو میکنه و بلافاصله جواب درست رو میگه. پادشاه که میفهمه دخترش قرار شبای سختی رو پشت سر بذاره پشماش میریزه. ای دختر پادشاه به شوهرت کن نگاه، چون که قراره بری به طرز بدی بگو.